در مورد موضوع بازی همستر که این روزا بسیار رواج پیدا کرده، حتما مباحث اقتصاد سیاسی مهمی در این میان در جریان هست که قابل فهم و قابل درک میکنه این ماجرا رو. اما من میخوام به این بهانه از یک موضوع روانشناختی نگاه بکنم و اون این که یادمون نره که آن چیزی که ما با او کار میکنیم، با او امرار معاش میکنیم، با او کسب معیشت میکنیم، با او ساعات زندگیمون رو میگذرونیم، با او آنات زندگیمون رو شریک میشیم، به آرامی تبدیل به بخشی از هویت ما، تبدیل به بخشی از پرسونالیتی ما و تبدیل به بخشی از معنای زندگی ما و هستی ما به مثابه یک موجود هستنده میشه. از این زاویه اون کسی که فی المثل بخش زیادی از وقتش رو صرف دلالی میکنه، عملاً تو سایر ساحات و موقعیت‌های زندگی هم دیگران رو به مثابه شیئی میبینه که قابل خرید و قابل فروشن. یعنی در دنیای یک دلال همه چیز خریدنی و همه چیز فروختنیه و این فقط بر نمیگرده به خرید و فروش دلار و طلا و ماشین و سکه و خانه، بلکه تو سایر ساحات هم خودش رو در واقع متاستاز میده. حالا شما این رو در نظر بگیرید که کسانی به طور مداوم و مکرر لحظات عمرشون رو صرف یک جریان پلی و پول میکنن، یعنی چیزی از مغز، چیزی از تعقل، چیزی از اندیشیدن، چیزی از حس کردن، چیزی از عاطفه در میان نیست، بلکه تبدیل انسان به یک رباتی است که باید مدام دستش رو روی صفحه این بازی بذاره و به وسیله اون کسب درآمد بکنه. مهمترین کار کردش اینه که چیزی از وجوه انسانیت یک انسان باقی نمیذاره. من بازم تأکید میکنم از منظر اقتصاد سیاسی این روزگار قابل فهمه، اما همش اون نیست.